خیلی خیلی ویلکم، یعنی که خوش آمدین. دوستای عزیز، بخش اول برنامه رو دیدین. امیدوار هستم که از بخش اول برنامه لذت کافی برده باشین. میریم سراغ نمایش این هفته میریم و میبینیم که نمایش این هفته بسیار جذاب هست و جالب هست و ببینین و اوش کنین که بچه‌ای که سن اینا خردتر اونا رو زودتر بدبخت نکنین، اونا رو عروسی نکنین و در ضمن کاری بکنین که بالاخره اگر عروسی هم میکنین اونا رو کاری بکنین که با هم بسازن، زندگی مشترک داشته باشن. زندگی همین چند قدمی که ما فکر میکنیم نیه. نمایش رو ببینید، دوباره برمیگردیم. بابا این خسوری بری فرزاد اینجا با چه کار میکنه؟ تو که دیشب به او خونه رفتی دست می همسایه ما به بلای بعد افتادیم. شما عروسی داریم چرا بیامونین کمپلا مر جمع میکنین که از ما مستونه کمپل هم به گدایی میشه که از همسایه بستونه. دیشب تا بوز وری میلرزم من اینجا گاه 3 نفر آدم بذاری یک کمپله دیگه به مادر خود میگم که اصلا خوشی نده برای از اینا. تو فیلمور امریکایی خوب مو خونه خیلی بودی دیگه با چه نمیامدی به بیدی بابا تا بغل من بیامده فقط خیلی خوش مست و مادر تو میایه. بابا من نمیفهم که دست تو زن نمیامه زن تو بگو سرگاب با مفت میزنی من این سرگاب نزن همین یک شخصی پیدا نشد که من بگه دوری هر جا که زن میکنی یک زن خوب سی کن من با پلا این دفتون نگه بزنی اون تو رفته منو تو کن من میگه خود تو کن ما بالا از اینا افتادیم. یک دفعه کنم چکار؟ مرگی تو کنمی وظیفه منه یا وظیفه تو؟ وظیفه خودم هستم دیگه نگفتم من خدا که بگی تو با مادر خود رفتی مادر تا چیزی بود که تو هم همه چیزی بود خواهد فرموشی نکنید با مادر خودی مرد دیگه هستی که میمی مشکل تو مرد خدا جون برو پیار مسئله سیدا که برو من چی بلا افتادم از دست تو من رو خو برو من قبرستونی که میبرم مردی من قبرستونی بریم با خود بکشم از دست تو خواهد چی داره تو شما دیگه من بیشتر بزنم برام توشه بخیر بری گم یاری که ما خودی تو نمیزدم برو که با خدا یکمی دوام دراب ساعت بزنم که چشیم مرگی بچیم چطور فیلم نسار که تو نمیدیگه تو لالا وقت فرزاد خور بخور فرزاد خور بخور اون به چی میشه بابا بری حال خود تو چی گپه؟ بگم بابای خود بگردم به چی اشتباه کردم عدد شما سگ و خزم سو روز نکو بابا بلند توی داشتی روز ندارم بابا سگو چه کار میکنه عدد شما مرد کی بدا این داره من میتونی از خود با چه کاره که ما بخواهیم بزنیم؟ چی بابا روز نزده با میگه من میرم بخونه پیار خو خاک اصلا دیر بخوره انی یک مالگه کوریسی براری بمونده که علی باز میگه بر بابا بخور پیار من برار لو که کشتی و بخیر خوشی چی بگم به خاطر از هم صبح شم من بیخ گوش میشیش تلویزیون ما بلا یاردیم بخوی آروس یاردیم این آروم میکنیم یعنی اگه آروم نمیکنی که من دیگه خودی از این نمیشینم تو سال اختیار خور داریم دیگه ما تحمل کنیم من خودی کلونای مرگی برو بمر زمان خوراله کو که زمان چوب کو دیگه بس تو مبروز نکو سعی کنک دیگه سعی میکنه قبرستون تو به خیلی خود چو بگیره قبرستون تو بگیره مرگ تو بگیره قبرستون نفته که نبری تو بگیره برای من پیاری و مادری و همون رو بیاریم باشونیم بگیم این دختر خور آروم میکنیم یعنی در غیر از این راست میگم مرد توری اگه تو مردی باشی این چیز غلطی کردی سره بیاردیم به خان من انداختیم تو چی دیر منو
مرگی گل زدن خواهی دیگه ما کار ندارم داد وزاد فیل بزد دست باقت بزد از لک نیه از زیچه از زبون نیه چی رقم مخلوقیه ای ما دیگه نی پیار دور میشناسم نی مادر تو روی برجو مری برجو بریم خدا سیستم که حقوق بشر کار کنن که دستان دست خوب جونی بزنی سبب حقوق بشر استادی بچه‌ام میترسه از حقوق خیلی مرگ به حد حقوق بشر به خیلی خوشی بگیره چرا جلوی کارو نمیکنی سوال جواب خیلی باشه کم ما با تو نیکی کردم که تو بابا ما میگی چی گفت بابا چی گفت تو چیزی میگی تو نمیتونی تو چیزی میگی دیونه مرگ به طور بگیره بخیر به من میگفتی میامدی خسور تو بدون کلام تو بدون میگفتی که من به میت جای میرم که با تو رای میکردم خود بچه نادونی سرکش نمیگرفتی مار به خواهی نگدشتی تو خدا شما گم و مرگ کنه بخیر چقدر خدا گم و مرگ کنه آنه خدا نفری نکو که بعد نوجوانه سکو چی میگه برو تو چیز دیونه خدا تو برارتون بخیر خوشی بزیر یک تیاری کنه تیارا بی سرنوشت برو بس دیگه چوب باش که ما بریم یک کش خواهی بشیم ما باز خودم کلوناتو گاب میزنم صبر بکو تو برو بریم از برای خدا چی حاله مار بخواه نمیگذارم اینو خاک اصلا به خیلی خوشی همون مادر تو بخوره که تو پیش میکنه میگه برو اینا تندی نباش جواب اینا بسته از برای خدا ما به خو عروس یردیم وقت دشمن یردیم بچه مار دیونه کده به رو خدا بچه ما دسته دی عروس به رو خو با که میره بدر میشه به کاش میزنه و تختش کدوش شدیدی برادر زن بزنه زنش کدوش شدیدی که زن شوخو بزنه بدیدم من عمه خور بدیدم مادر یا برادر بیوازه که دختر خود پند نسیان ده که برو خونو زندگیتونه بساز اینا اصلا تربیه فامیلی ندارم خب برف زن خو میکنه دیگه یک خبر 100 خبر تیار میکنم ازی بزی با چی اشاره بزی داری؟ هیچی میگم 46 اصلا همی تفلک نمیگی ازم سرمونای همی خوار ازی بمیگی تا تونست بزدور صدا همی کسی نشنید خب من تفلکیم ها خود شما کار دارم مر تفل میخونیم نلک باشه که ما برو خب ماما جان امی قتلکی چی منو با داخل خونه های فردا دارن شما کمی بفهمونیم خوارمم که خود جا میفهمین زن دیگه ماما جو ما عروس یردیم بخو ما دشمنی نیردیم او خوبی کنه ما هم خودی میسازیم خوار شما گزاره نداره راست میگه ماما جان چکار کنیم چیش به چیش شوخو مثل هرچه او میگه یا میگه بزو کدو زن دیدی به جلوی شوخو بسته راست میگم ماما جان راست میگم شما هم که بام خونه میای پند نصیحتی بدین بگیم مادر خود بفهمونه زندگیه به لباس سفید ما دختر رای میکنیم مگر به کفن سفید به خونه بیای از ما مردم میره قامه خب ماما جان اینجا یک اشتباه شما هم بکردیم ما هم بکردیم اینا بچه ها نادونه اینا مرا حق عروسی از حق عروس شدن از اینه و حق دمات شدن از اینه بود خب ما چه کار کنیم بیا برویم از این ولایت ما و تو دست مرا بگیر و من دامن تو جای برویم که یرد بیمار شویم تو از غم بی کسی و من از غم تو مبارک مبارک عروسیت مبارک 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 عروسیت مبارک به پدر و به مادر به هر دویش مبارک جای برویم که یرد بیمار شویم تو از غم بی کسی و من از غم تو مبارک مبارک عروسیت مبارک 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 Por isso lo piatto. چند تا پیاده یک پیاده کمی دگم با ما بگو تنبینن کمی دگم با ما بگو تو ما چون مفخور کمی دگم با ما اصلا با تو دلایل ندارم من خیلی خدا ببخشندگانش خدا ببخشنده بای من نفری که بابا بخشو تو از خود کی بود خود قبرستون مرده ها اصلا تو با من خودم چی ارتباط داری برارزاده من
شوتونه برونه خود خوبو برگو از آمدن ها؟ یکی برو تعریف تکافه نکنه راست بگم دیگه من مشنی نکنی نمیکنم عباس خودی بچه خود برو نه خودی مادر ما برو عباس یه دستی بزن برو بله سلام علیکم و علیکم تو که کلون هم هستی به خیر خوشی کلون ترشی که عقل کامل یاد میگیری ما دیگه فلان یاد نمیگیرم والا بس کلانتر بشم آفرین تو کسی که جغ میکنه نگو بله بگو هو بگو هو کسی که تو جغ میکنه بگو هو یک میکی بکن بده زن برای خوار داد ببرد با قبرستون اگه میره خب تو بگو بستون که بوده خودم یک بشکه به تو نزن که گردن با من تا به سر مادر خواهیم تو سلو بچلی اینایی که میزنم تو نیست برو یک سچال که بگیر برم خودم حالا که میده برم هیچ وقت خوشیار شدنیه بفهمیدی عباس تو بیا چی گفتم من گفتمی ببرن زن برای خب کجا بگو ببرن سرمو داره آفرین ما خاطر اول گفتم به قبرستان نه که بابا قبرستان ببری نه میبرن سرم اول قبرستانی تیر شی برو دشمنان رو به قبرستون برم برو باش برو برو خود تو با نسته کی چاشته بیایی بابا باش که اونا بیا از این همه لقمه نونه که به تو بدم همه 100 تانی و بغلق میدم برو گرزده خود تو دیونه تو بمون خود مادر خود پرچیده پیچیده خود حیف ما که ما میگم این برارزاده مونه این زن برارزاده این زن برار مون چگاه ما میشی زن برار ها دیگه شو از این برارزاده ما میشه زن برارزاده مونه لیلی 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 مارو خیلی لیلی چرا بی بفا سلام علیکم و علیکم چه کار کردی؟ همه دانا پایین همه که موچم کی بسته کده همه که دانا وا کدم او در همسای کردی؟ ها همه طرف همه که چیک کده بیا 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 که ماشین مونده شد این رو واکنه خودی همه برو تک بیار چه کار کنه همسایه هم بگه نیکال وقت او هم نیه که کسی او یک همسایه رو بگردانه جویو اینا موچم کی بسته میکنه چی حرفا گفتم؟ هیچی از داری که این دختر حکمه بیامونه خوب به جگر شده 100 صبح هم رد میکنم شب هم رد میکنم چاشت هم رد میکنم به چه کار کنم از دست دادیم همیش رو از این با خواهید رو برن افتادم دختر خوردنی بخوره از اینا بخواهید دارم میکنم دیگه حالا جگه داد نکشید در بیا جو نیست بیا اصلا ما رو داخل کد نیست بینم تو بخواه برن افتادیم خواهد سرمتی نشد گرنازی زنده کجا شد دختر؟ دختر من کام کردم بسته بسیده همه هرچی من گیری میام
کت اختیار میکنم. کی بزده مادر جان؟ چوب کن دیگه. چی دست منه؟ زن هر چی به کم بمیندازی امروز اول امی لعنتی چرا دست ما باشه آقا جان؟ اخروز که از تو پرسیدم که بابا امی بچه با مکتب بیشتر اخلاقی داره، گفتی خیلی بچه خوش اخلاقی، خوب با مکتب روی داره. امی به اختیار همه تو سر نویدی. تا مکتب آقا جان امیتا لایق بوده که کسی از بیتر یاد داده. استادا خیلی تعریف توصیف وزی میکرد، خیلی خوب بچی بود، بین بچه همه فرزاد بود. ما چی خبر کوی تا بچیه؟ اونا دست تو باسیده. چرا دست ما آقا جان؟ مرگ دست من. خلاص من دیگه نمیتونم به این قبولت زندگی کنم. یا دومات خور میشینی بری اونی که دیگه دختر من نزنه، یا من دیگه خیلی هم زندگی کرده نمیتونم. این با تو سیکو با خونه که برگ بنجوری نمیبینه اینجا با 4-5 تایی بنجوری میخوره. چرا برات دختر نزده؟ برس بنجوری میانی نه دست از بنجوری بیا بده. گوش نیم. من چه که گوش نیم. بیا قیافه تو برات بعد میبینی. فقط برو. شما بس آدما بد اخلاقی هستیم که هر دم برار دختر شما میزنه. ما کمیر. وقتی چطور نکن وقتی برو. یا ما سرفرزاد وقتی برو خونه خو وقتی. سرفرزاد نیم فرزاد. وقتی برو خونه خو برو بگه. یک نان وقتی تو سیکو. سر آقا ما گاب میزنه. اگه جب قاطی. من نمیفهم به چی بلا افتادم. من قم لقمه نون شکم شمار بخورم، خود کل بخورم، یا برم برات داماد برم، برات دختر برم، برات خوشو برم، برات داماد برم. من نمیفهم چه کار شد. وقتی خواهد رو یاد صدا کو. دیوانه شدم از دست شما. بشی ازن بشی بیچاره که پریک باشک. بیا از اعصاب خراب با تمه و تسام تری که پریک این نکتی. چیکار کنم؟ زلفا خورم نشورو. نه. ادیشا چی جونم مرگ میری؟ کار زلفا کو بشوری؟ اعصاب تو خرابه برو مثلا دومات کن خیلی کو. تیار میکنم. دومات خورم تیار میکنم. باشه بیا بپرسم چی موضوع بوده. چی گفت بوده؟ سلام آقا. و علیکم. شما آقا مر به تنوری انداختیم یا مر به شیر دادیم؟ تو به تنوری انداختم. همه دست خود منه. آقا بچی زن داره بیکنه تا پرید باشه. اصلا من خرابه میبینید تو کلمه وقت خود دختر بپرسم که چی گفت بوده. چکار میکنی سر بکن سرمه بس کسی تو. چکار میکنی سر بکن سرمه. افاد و بجه شما خیلی بچه نادره به دختر من مثلا هیچی بری نگو. کم اینجا به سر بطری که پره کنی نکتی. خوب کردم کسی کسرو. زرفا کاسا خود من بوده. باز تیار میکنم که زده من هم نشون میدم. چوب کن زن بریاد خدا دیده که سلام کن میگو. بسا که بی دختر چی میگه چی موضوع بوده. چی گفت بوده بابا خوب بوده که من. که در گیری تو باید دستی شما. تو هیچی به من نمیگی دختر من باید خود بابا. سعی که برو دره میگم رسول کی کردم در میزنه دره بش کسون امیاد داره که ظرف کاسی برش کنونه. خوب کردم که شکستم ظرف باز کاسه یا خود منه. چی از خود منه؟ آبی چیز از خود تو بگه میکنه. خوده من تو خونه داماد خیلی چه کار خیریت باشه؟ از چه کار تیره؟ چه کار خواه؟ میگو برو به خدا رسان دختر عروس نکردم دختر به تنور انداختم. چه کار شده آخه؟ نون خود مایرکیه. این گفیده چون که به لیاز خدا زن چون که این مرتکه بپرسه موضوع چیه که من سر صدا نفهم با خدا که چی میگی؟ تو سر بکاسم نمیشکنی دیگه چه کار کرده بری تو؟ خوب بزرگ بکاسم تو میسونم چون که یک دیگه مگم زنم چون که میگو مادر جان خیرت آقا جان چون که دیگه دومات خیرت شما آ چه کار خواه؟ هیچ گپی نیه باز این فرزاده که میگه می دوماد ما باز بچی من باز بزده فرزاده من باز بزده آخ همون چند وقت پیش نگفتم که دیگه دست بالا فرزاده بال نکنی حالا بیا ماده که سعی بکنم سر کله پرباد که بر بزده چه کار کجای فرزاده بزدم تو بابا جا فرزاد گفتم من بابا خونی بیارم و خسته شیره بزنم میکنه که تو صبح شما خونی بیار کنی چی گپه شان معیانه دار شیطون بس یک دیگه بس شکر بیا دیگه کم 5 دقیقه اعصاب آروم شه باز من خود مگم میزنم
سلام علیکم. آقا جان اما این نفری کردن که چی بگم؟ تو را مقطع نفری کردن خوب وردش همون خطور همی پیار فرزاد وردش گفت عروسی خود به قبرستون بگیره. چی گپه؟ کیه نفری کردن؟ چی گپه؟ آقا جان بری از توضیح دین. چکار باز آقا چی گپه باز؟ هیچی چی گپه؟ این فرزاد دوماد ما خواهر تو جای کجا داشته بزده اونی به خونه پرتوه از این بیشتر ما این چه کار شه؟ چرا آقا؟ هیچی واسه که گفته عریسی برار منه مر ببور بسرا مادر ما ببره انتا جای داشته بزده اونی به خونه پرته. آقا جان گناه فرزاد نیه شما نه. امروزه فرزاد دانی بیشی میده شما دختر خوبی دادی. آخر راست میگه دوماد. این بعضا که دخترها خروس میکنن سعی نمیکنن همین دوماد این بچه سن 2 سالی بم زن کردن میخوری یعنی اگه معتاد باشه بیکاره باشه فقط بم خاطر که پول بم دست ما بیاد دختر خود در و در میکنن بدبخت میکنن. انا آخر عاقبت به این رقم جنجال و روزگار میرسه. مثلا به دیگه پاوا نمیاره. امروز سامی به این پیربچه‌ها نشوندم که به تاریخ افغانستان یاد چه گالی حقوق بشر هم پیدا شده. وقت زمرس 4 نفر بریم. وقت زنبره.